به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. 7 خصلت سبب سلامتی جسم و جان است. یکی از مردان نکوکار گفتند: از 7 خصلت دوری جوی، جسمت و قلبت راحت می کند و آبرو و دینت سلامت می ماند. یکم، بر چیزهای گذشته غمگین مشو. دوم، غم آن چیزی را که تا حال وجود ندارد بر دوشت بار مکن. سیوم، ملامت مکن انسانها را بر آن خصلت بدی که خود آن خصلت در تو وجود دارد. چهارم، کاری را که انجام ندادی پاداش آن را طلب مکن. پنجم، چیزی را که صاحب نیستی به سوی آن با شهوت نگاه مکن. ششم، غضب مکن بر آن کسی که غضبت بر او ضرر نمی رساند. هفتم، مدح مکن کسی را که خودش را بجز زیبنده مدح دیگر چیز نمی حسابد.